یک سوال دیگر وارد شده است. نفر با نام یوسف سیتم: سلام علیکم محترم کبیری، سوال چنین است که از رسانه‌ها می‌دونستیم که هنید زیاده از 40,000 اعضا داشتند و غیر از این طرفداران زیاد هم داشتید. برای چی شما در درون تاجیکستان انقلاب رو راه اندازی نکردید؟ بعد انتخابات 2013 دیوم اکنون دیدید که حکومت همه را زندانی و حتی در زندان‌ها هم طرفداران شما را نامردانه کشتند. ممکن که اگر شما انقلاب را شروع می‌کردید آن وقت اینقدر آدمان بیگناه را این رحمانوف و اس یتیموف نمی‌کشتند و این دیکتاتور خود را پیشوا هم اعلان نمی‌کرد. این مگر خطاگی هنید نبود؟ برادر عزیز یوسف، در این باره ما بارها صحبت کردیم و باید بگویم که نهضت اسلامی تاجیکستان برنامه انقلاب نداشت. یعنی تا هجرت، تا سال 2016 و حتی تا این یک دو سال اخیر ما درباره قیام مردمی انقلاب برنامه نداشتیم. چرا؟ باور داشتیم که هنوز هم با راه فهماندن و اصلاحات و شرکت در انتخابات می شود کار کرد، چون تاجیکستان نو از جنگ شهروندی بیرون آمده بود و برای ما ثبات، امنیت مهمتر بود از حقوق و آزادی ها. اینجا بله ما اشتباه کردیم. یعنی وقتی که بین ثبات و آرامش و حقوق و آزادی ما ثبات و آرامش را انتخاب کردیم، ما اینجا اشتباه کردیم، چون که در آخر بعد هم ثبات و آرامش را از دست دادیم، هم آزادی و حقوق را. اگر ما کار میکردیم که حقوق و آزادی ها را اولویت میدادیم، از اول گذشت نمیکردیم، عقب نشینی نمیکردیم به خاطر آنکه جنگ نشود، حالا باز از نو یگان ناراحتی ها در کشور نشوند، شاید که هم حقوق و آزادی را حفظ میکردیم و هم ثبات و امنیت و پیشرفت را. و اما خب اشتباه در اینجا بود و این هم اشتباه به خاطر ملت و دولت بود. یعنی ما مقصدمون از آن که جنگ نشود و ثبات حفظ شود نه طلب کردیم، نه میتینگ کردیم، نه حتی وقتی که حکومت عقب نشینی کرد و صلح را ویران کرد، ما انتخابات ها را ویران کرد، ما دست به یگان کار نزدیم. اما بله شما درست میگید که اگر اون وقت یگان حرکت میشد 50-50 بود، میتوانست که به پیروزی مردم و ملت انجام شود، میتوانست که به ناکامی و آغاز یک جنگ یا خشونت دیگر شود که برای ملت و دولت واقعا عاقبتش بسیار بد بود. ما در این بازی 50-50 اون رو انتخاب کردیم که به فایده ملت بود، به فایده آرامش بود، اگرچه به ضرر خودمون. اما امروز وضعیت فرق کرده است برادری عزیز. یعنی دیگر ما باور نداریم که با راه انتخابات، با راه اصلاحات و نصیحت و فهماندن امام علی رحمان و کماندش می شود در تاجیکستان یگان تغییرات، یگان بهبودی آورد. پس یگانه راه میماند همین که آماده شد به یک قیام مردمی و قیام مردمی مصالحت آمیز، مگر اینکه خود حکومت دست به یک احمقی بزند که بعد مردم مجبور شود که دیگر جواب بدهد. چرا الان ما میگیم که دیگر راه نمونده است؟ چون اگر در سال 2013 12 10 ما دست به یک میتینگ و قیام و انقلابی نمیزدیم، مردم پشتیبانی نمیکرد. مردم میگفت شما به خاطر فقط همین انتخابات و کرسی پارلمان این کارو کرده ایستادید، ما که دیگه یگان مشکلی نداریم. اما امروز وقتی که هر کسی اعلان انقلاب کند، اعلان قیام و راهپیمایی اینا کند، مردم همه پشتیبانی میکنند. دیگر برای چی؟ برای اینکه گپ در سر یک انتخابات نمیرود. ما در نگفته ایستادیم که برای پارلمان و برای حزب و برای کدام کرسی مبارزه میبریم. ما برای آزادی ها، برای زندانی های سیاسی، برای فرزندان همین ملت، برای نرخ و نوا، برای بپول کردن راه مردم، برای ارزان کردن نرخ اینترنت، برای دائمی کردن و ارزان کردن برق، برای بالا بردن معاش و نفقه و زندگی مردم، پایان کردن نرخ در بازارها، برای آنکه خانواده‌های تاجیک پراکنده نشوند، فرزندان و مردا در روسیه، زن و دخترها و فرزندان در تاجیکستان. اینا دیگه مسئله یک حزب نیست، این مسئله ملت است و امام علی رحمان با حکومتش دیگر راه حل ندارد برای این مشکلات. پس هر کسی الان بیاید اعلان کند، مردم پشتیبانی خواهد کرد. یعنی وضعیت این سالها از سال 2013 و 14 و 12 فرق دارد برادر عزیز. بنابر همین ما
یک اشتباههای تاکتیکی در اونجا بود، اما از نگاه من ما اشتباه استراتژی کلان نکردیم و امنیت و ثبات را برای مردم حفظ کردیم. امروز ملت خودش درک کرد که این همه حرفا درباره اپوزیسیون و نهضت و پیمان دروغ بوده است و گناهکار خود حکومت است. ملت را متهم به تروریسم و اکستریمیسم کردن این تهمت به ملت است و انشالله که وقتی که احساس کردیم که اون دیگر وقت مبارزه و قیام رسیده است و دعوت که شد، ملت همراهی خواهد کرد و اون وقت دیگر انشالله یک نتیجه خوب به دست خواهیم آورد.